3 تا دلیل که چرا نباید توی رابطمون بیش از حد محبت کنیم. سومیش از همه مهمتره. 1. محبت بیش از حد نشانه عدم اعتماد به نفسه و هیچ کس دلش نمیخواد با یه آدم بی اعتماد به نفس تو رابطه باشه. 2. با محبت بیش از حد ممکنه آدم‌ها فکر کنند شما دنبال منفعت هستین. به قول معروف، خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند. اما باور کنید خوبی که از حد بگذرد حتی ممکنه دانا هم خیال بد کنه. 3. علم ثابت کرده با محبت کردن هورمون‌هایی توی بدنتون ترشح میشه که طرف مقابل رو بیشتر و بیشتر دوست دارید. مثال واضح این موضوع یه مادره که هرچی بیشتر به بچه‌اش محبت میکنه بیشتر عاشق بچه‌اش میشه. شما با محبت بیش از حد فرصت این که طرف بهتون محبت کنه و در واقع شما رو بیشتر دوست داشته باشه رو ازش میگیرید. نتیجه این که توی روابطتون محبت بکنید اما فرصت محبت کردن رو به طرف مقابل هم بدین. اگر برات مفید بود کامنت کن بله.